شما در قرعه کشی ما برنده شدیم. قرعه کشی برنده شدیم؟ بله. چی برنده شدیم؟ پول. پول چقدر؟ پول نقد. چقدر دوست داری؟ نمیدونم والا نمیدونم. یه حدس بزن عزیز دلم. به خدا نمیدونم. حدس. نگفتم میدونی. حدس. از لباسشویی؟ جان؟ یه دونه یخچال اسنووا خریدیم دیگه. نه چیز الو سوختی نه؟ الو من صدات نمیاد قطع میشه. اصلا من قرار نبود حرف بزنم، شما دارین حرف میزنی. بله بفرمایید. قرار بود حدس بزنی چقدر پول نقد بردی. شوکه شدم نمیدونم چقدر. شوکه شدی؟ میدونم به جای شوکه شدم مثلا بگو 20 میلیون. 20 میلیون همونو که نمیگم. شما شغلتون چیه؟ رفتگرم، کارگر شهرداری. عزیز دلم 100 میلیون تومان مبارکت باشه. دستتون درد نکنه. خدا هرچی بهتون داده بهتون بده به خدا.